خب شغلتون چیه؟ من تا حالا کار نکردم بیشتر. تا حالا کار نکردی؟ نه. چی کار کردی؟ کی خرجتو میده؟ با مامانه. با مامانت؟ با مامان پول دارن؟ بعدشون بد نیست، نمیشه بگی پول دارن. چقدر تو ماه بهت میدن که تو راضی شده که کار نکنی؟ من میگم که آخه آدم وقتی میخواد بره سر کار، وقتی که واسه اون کار میذاره، تایمی که واسه اون کار میذاره، حداقل بیسش یه جوری باشه که بعد اون کار میره بیرون بتونه پول یه رستوران، یه کافه، یه تفریح در بیاد دیگه. الان با این شما کاری که مناسبه رو پیدا نکردی ولی ددی پیدا کرده و داره خرجت میکنه. آره دیگه، آدم زور میاد به خاطر مثلا 20 تومن بری سر کار. ایوه. چرا خودتو خسته کنی؟ آره. مامانت میگفتش که تو نونآور خونه یا؟ بله. شدی مرد خونه. چیکار کنیم؟ چند سال داری پرسکاری میکنی؟ من 3 سال. 3 سال دیگه اوستا شدی بس خودت. الان دقیقاً 12 13 سالته؟ 13 سال. چقدر پول در میاره از تو ماه؟ من ماهی 350 400 کار میکنم. پولو چیکار میکنی؟ میدم به مامانم. کلشو؟ بله. برای خود چیزی نمیخری؟ برای خودم سر ماه 5 شامور میدم. ماهی 5000 تومان بله. شو برمیده. یعنی 345,000 تومان میدی به مامان.